نه بابا. اومدی مسافرت ها؟ چرا اخ و تخت کردی؟ نه تو من خوش میگذره، من یکم حال گوهم گرفته، درست میشه. یعنی نمیخوای بگی؟ ما هم گوسفند. راستش داشتم امروز گوشی فاطمه رو چک میکردم، دیدم چه آدمایی بهش پیشنهاد میدن، چه کسایی که خیلی میخوانش. حس کردم من خیلی براش کمم، همین یه ذره اعصابمو خورد کرد. اینطور نیست. چرا؟ میخوای بهت ثابت کنم؟ فاطمه بین این همه آدم جنتلمن خفن گشتی این رفیق ما زشت گند اخلاقو پیدا کردیم. نگین آقا رضا اینجوری. شاید محمد از نظر شما بی‌عصابه، زیاد پولمون نداره یا انقدر کار کرده دستش همه زخم و زیلیه. مهم اینه اون تنها کسیه که من کنارش احساس میکنم کامل ترین زن دنیام. اینو خودش هم نمیدونه. دوتا آدمیم با دوتا دل عاشق، با من تو